درود بیننده عزیز. سفارت آمریکا در دوشنبه خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روادید مهاجرت ایالات متحده را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادید و یا ویزای آمریکا را گرفته برای کار به این کشور روند؟ چگونه ممکن است روادید مهاجرتی آمریکا را دریافت کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها مهمان ما هستند تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان. جناب تاد، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در آغاز می‌خواستم خبر سفارت را برای بینندگان ما شرح دهید. Okay. Thank you so much for having me today. I appreciate it. پیش از همه سپاس بی‌پایان که ما را برای این صحبت دعوت کردید. با استفاده از فرصت فرارسی عید فطر را به همه تاجیکستانیان مبارکباد میگویم. در پاسخ به سؤال طرز گرفتن روادید مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر میکنم. راه یکم به واسطه پیمانهای عائلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری میگویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو عائله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای عائله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای عائله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نامنویس کند. درباره روادید برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می‌پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است. خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روادید مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت میشوند. این دو راه اساسی گرفتن روادید مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای عائله که میتواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است. خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است این؟ That's exactly right. Starting October 4th. بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز می شود. پیشتر نفرانی که میبایست به الماتا میرفتند اکنون میتوانند به سفارت آمریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیط خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند. بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟ ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتی خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر هامرشایم قید کردند، این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمت رسانی ها راجع به روادیدهای مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمت رسانی‌های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روادیدهای غیر مهاجرتی، از جمله روادیدهای سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمت رسانی‌ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روادید مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. البته که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیمان شروع کنیم با پیشنهاد خدمت رسانی‌های روادیدهای مهاجرتی در خود دوشنبه.
این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنکه که سفارت آمریکا می توانست خدمت رسانی‌های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی‌های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند. بسیار خوب. سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت‌ها می توانند روابط مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟ مصاحبه‌ها برای دریافت روابط‌های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روابط‌های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی. روابط‌های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط‌ها را در بر می‌گیرد؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط‌های کاری. خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟ شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روابط‌های غیر مهاجرتی، یعنی روابط‌های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط‌های کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روابطی سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آنکه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نام‌نویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید. سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟ هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمیدانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می‌کند، آن شهروند می‌تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است. And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information. بسیار خوب. ببینید جناب کنسول، تاجیکستان یکی از کشورهای صادرکننده قوه کاری ارزان است. سالانه حدود 2 میلیون شهروند ما برای کار به روسیه میرند. آمریکا تا کجا امکان دارد که یک قسم مهاجران مهنتی تاجیک را قبول کند؟ Thank you so much. As I said, سپاس زیاد برای چنین امکانیت. خیلی که قید کردم، سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم. آن وقت حتی ازدواج نکرده بودم. چند وقت بعد ازدواج کردم. این باری دوم است که من به تاجیکستان آمدم. این دفعه همراه همسرم. یعنی باری دوم است که همچون کارمند سفارت آمریکا به دوشنبه آمدم. تا انجام مأموریت من 1.5 سال ماند. من الکی غمگینم که از این کشور می روم. جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر که فرصت جدا کردید. بیننده عزیز، اگر شما سوال در این باره دارید می توانید به صفحه فیسبوکی سفارت آمریکا در دوشنبه نویسید. تشکر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.